با 30 میلیارد تومان چه ماشینی بخریم؟ BMW i8 این ماشین تو مدل‌های 2015 و 2016 وارد ایران شده. دارای پیشرانه 3 سیلندر 1.5 لیتر توربوشارژ که قادر به تولید 230 اسب بخار قدرت و یه موتور الکتریکی که 120 اسب تولید میکنه و جمعاً این ماشین 356 اسب بخار قدرت تولید میکنه که 0 تا 4.4 ثانیه‌ای و حد اکثر سرعت 250 کیلومتر بر ساعت رو به ارمغان میاره. این ماشین هیچ نقطه ضعفی نداره و شاید تنها نقطه ضعفش این باشه که قطعاتش خیلی گرونن و اینم طبیعیه. مثلا یه جفت چراغ جلوی این ماشین 350 میلیون تومان پولشه. پورشه 911 این ماشین تو مدل‌های 2012 تا 2014 وارد ایران شدن. دارای پیشرانه 6 سیلندر 3.8 میلی لیتر که قادر به تولید 400 اسب بخار قدرت و 440 نیوتن متر گشتاوره که شده به 0 تا 4.3 ثانیه‌ای و حد اکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت رو به ارمغان میاره. و حالا شما بگید که انتخابتون با 30 میلیارد تومان کدومی از این ماشین است؟